سلام برای بچه، امروز اومدیم به ویدیوی دیگه که در مورد زندگی 2 ساعت در حیات و یه چالش دیگه هم که برای خودم میذارم. من 2 ساعت هیچی نمیخورم و فقط یعنی الان اینجا رو امیدوارم که دیده باشید. الان اینجا میشینم، اینجا من زندگی میکنم تا حیات و اینجا بالشینا گذاشتم و باید بریم یه ذره این چیزو بیاریم که بزنیم اونجا. اصلا حتی مثلا یا گرمه و یا سرما. البته اینجا واقعا گرمه، حیات واقعا گرمه. اینا دوشکی دیگه که من اینجا زندگی خواهم کرد و مثل همیشه آقای فان نیست تو ویدیومون و ادامه اون زندگی در حیات تو الان من میذارم. یعنی زیاد فرق داره. اون حیاتی که رفته بودیم پایین بود و با آقا فان بود. این حیاتی که الان داریم بالا هست، یعنی تو خود ساختمون هست و آقا فان نیست. واقعا ترکیب عالی هست. گوشی اگه اینجا واسه که عالی میشه. الان اینجا امیدوارم که دیده باشید. الان من اینجا میتونم بخوابم ولی نمیتونم بخورم. حیف. اینجا واقعا خیلی خوبه و من به خاطر شما اومدم اینجا رو درست کردم و بعد لذتشو ببرید. من هم از شما انتظار حمایت کردن بیشتر دارم. اگه لایک همون بالای 20 تا که گفته بودم که بره، البته الان لایک ها بالای 20 تا رفته و اگه ویور ها هم خیلی خوب باشه و زیاد و سابسکرایب و لایک کنین، اون یکی ویدیو آقای فان میشه و میریم پارک، یا این پارک یا اون یکی پارک و بالای 40 تا باشه پارک در شب و بالای 20 تا لایک باشه پارک در روز میریم. یعنی الان من پارک الان بالای 20 تا بشه، یعنی من البته شده، البته بالای 40 تا الان بکنیم بهتر کنیم ببینم چی کار میکنیم. از یک تا به این برگ خوشگل نمره بدین و از یک تا به این حیات و به حیات پایینی نمره بدین. امیدوارم که از این ویدیو راضی باشید. الان من میتونم اینجا بخوابم اما نمیتونم از این جدا باشم. الان واقعا اینجا خوابیدن خیلی کیفیه اما نمیخوابم و اینجا حق خوردنم ندارم. پس چهار شروع کنیم که 2 ساعت، 2 ساعت هم نه، 1 ساعت و نیم، شاید 1 ساعت و نیم و 2 ساعت. و اینجا یه حوزه که میتونیم ما اینجا موهامو درست کنیم. بچه یه با این مو و صورتم مقایسه کنید. الان میرم البته اینجا سوز اگه بذار نشونتون بدم. این حوزه الان توش واقعا آبه. الان اونجا روشن میکنم صدای حوض رو شما بشنوید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومد. اگر از این ویدیو خوشتون میاد بگین ما بیشتر بذاریم. واقعا گرما میچسبه. نمره بدید و امیدوارم که از ویدیو قبل خوشتون اومده باشه. من اینجا باید یه ذره بخوابم که واقعا خوبه. خوابیدن تر این طبیعت وای نور خوشی نمیزنه که بخوابم. عرفان متاسفانه نمیاد ویدیو، ولی اون یکی ویدیو رو گفتم بیاد. چرا؟ مثل من روشن کردم دیگه حوضو. بس الان صدا بده. وایسا یه لحظه.
نمیدونم چرا نمیاد، چون الان آب ما قطعه و واقعا طبیعت خوبیه. من برم یه ذره واقعا استراحت کنم و چالشمون بر حسب، اگه من بخوابم ساعت 4 میرم، من یه ذره بخوابم واقعا خستم بعد بیام. وای از خوابم میبرم. بذاریم شما ببینیم که واقعا لذت بخش حیات خود. بچه واقعا من اینجا زحمت زیاد میکشم، اینجا من سنگه و واقعا درد میکنه. واقعا منم ازتون انتظار دارم که حمایتتون خیلی بیشتر بشه. عرفان حیف جد که نیومد. الان عرفان اینجا گفت که سلام برابر چه روسمون با هم دعوا میکردیم. البته عرفان چند تا ویدیو مون؟ 2 یا 3 تا ویدیو نیومد متاسفانه. نه اینجا طبیعت واقعا خوبی رو دارم. ای طبیعت زیبا و قشنگ، این واقعا خوبه. و بعد شاید برام سوال باشه که چرا دقیقه های ویدیو رو کم میذارم و شاید زیادتون بخاطر اونا کم لایک و سابسکرایب میکنین. ولی به خاطر اینکه ببینین آپلودش واقعا سخته و اینترنت هم که واقعا کار نمیکنه. باید ما یه روز بذاریم اینترنت مثلا هنوز یه روز مثلا آپلودش بکشه، طول بکشه، ما اینجا ادیت میکنیم، ادیتش بکشه بخاطر ما خیلی زیاده. ببینین الان اینجا من هر چی هم شده 2 ساعت هم شاید مثلا زیادتون بگین اصلا 2 ساعت نمیره این چارشون مثلا الکی میگه. خب شاید مثلا الکی بگه من مثلا خواب بودم، شاید مثلا زیادتون بگین نخوابیده، اما من خوابیده بودم و زیادی از چالشمون رفت. مثلا ویدیوهای زیادی از یوتیوبرها رو که دیدید مثلا 24 ساعت یکیش میمونه ولی مثلا ویدیوش 11 دقیقه میمونه. مثلا نصفش هم به خواب از شب به صبحش دیگه فکر میکنه. اما شاید زیادتون بگین که چرا این کم میذاره، اما من کم نمیذارم. من زحمت های زیرایی رو میکشیم که الان اینجا روی سنگ خوابیدیم و اون یکی ویدیو هم که دوست داشته باشیم میتونم برم روی استخر توپ. الان من استخر توپ بگیرم بیام استخر توپ روی استخر توپ زندگی کنیم. الان شاید یکی بیاد اینجا بگه من علکی میگم، اما نه شاید شما این رو بگه. وقت من تموم شده. مرسی که تا این ویدیو با ما همراه بودین و لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی بدرود.